ارجمندی داریم امشب. تو فعلا یه چیز کشکی بگو کش بیاد، من رو خطم با مقام عظما، اوضاعش کیش میشیه، یه کمی دلداریش بدم میام. نامت در جانم گر میگیرد، نامت دهانم را در میگیرد. معنای مرگ نیز در سرنوشت من، با تو همیشه با تو برای تو زیستن. اومدم دیگه، بس درست حرف بزن. معنای زنده بودن من با تو بودن است. استاد شعرهای گلابی سرودن است. ناکس، من گفتم یه دقیقه سلام علیکم کش بده، رفتی تو هپروت خودت. اگه به من ایست ندید من همینطور اعلام میکنم. میدونم اینه باید باشنگیته. حالا سلام علیکم بکن شروع کنی. سلام بر شما، شب بر شما به خیر و نیکی. حضور حماسی شما برای فتح قله‌های دیگر. خب باشه، برای نشان دادن انسجام. نه دیگه یه چیزی بگو که آخه شدنی باشه. معجزه که نمیشه کرد. انسجامتون نظام چجوری نشون بدیم؟ از کل 7 خان رستم با هم سخت‌تره. رستم قصه ما شما بودید. ولی رستم هم که باشی، نشون دادن انسجام تو نظام ازت بر نمیاد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو دست کشید رو آفتابه قدیمی خونهشون، یه قولی اومد توش بیرون، گفت سرور من هر آرزویی بکنی همین الان درجا برات برآورده میکنم. یارو گفت خب با این وضعیت قیمت خونه و اینا یه آپارتمان تر و تمیز تو شمال شهر شیک برام جور کن. قوله گفت مشنگ، اگه خونه میتونستم جور کنم که خودم تو آفتابه زندگی نمیکردم. دکتر امروز تهران بودید یا بروجرد؟ بالا سر مقام عظما بودم، ویزیت استراتژیکی میکردمش. چطور دیدید امروز؟ حالش که داغون طفلی. گره‌ای که تو کار مقام عظما هست تو فرش شفقی تبریز نیست. نه زورش میرسه مخالفای زهرخورون رو دهنه بزنه، نه بنیه زهر خوردن داره بدبخت بیچاره. خودش میگفت تو بنبست گیر کردم، هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم. بهش گفتم خب استکبارم از همینجا شروع کرد. اوایلش هیچ غلطی نمیتونست بکنه، ولی ببینی الان با فک شما چه کار کرده. گفتم که خود دلش همچی آروم بشه. قرار بود تو 22 بهمن آشتی کنون کار بکنن، ولی بدتر شد. یه سری بیانیه دادن علیه ژنو چای، یه سری هم شعار دادن برای حاجی رفسنجانی، یه سری رفتن اونا رو گرفتن کردن تو زندان. خلاصه مراسم 20 بهمن بسیجی تو بسیجی شد که اون برش ناپیدا. حالا این یک رفراندومه. ما 22 بهمن که فرا میرسه شاید مسئولان ما، حالا حوزه سازمان تبلیغات میاد اطلاع رسانی میکنه به مردم تهران مسیرهای 10 گانه راهپیمایی. دیگه دقلبابی نیست که مردم بفرمایید مثلا تو راهپیمایی شرکت کنید، مردم هم از پیر و جوان از حوزه‌های مختلف شرکت میکنن. خیلی نامردی میکنی در حق ارگانای ولایت. فقط مونده بود دستمال بذارن ملت رو کتبسته بیارن تظاهرات دیگه. ناکس اصلا گیرم همه اون ساندیسا و اتوبوسا و اینا هیچ. تلویزیونا فقط مسیر اعلام کرد دیگه. نه فکر کنم یه بار تو کوبا بودی تو. آموزش پرورش بدبخت رو چی میگی که گفت نمره انضباط کم میکنم هر کی نره. ادارهای دولتی رو چی میگی که گفتن حقوق کم میکنیم. ارتش و سپاه و اینا بدبختا که اصلا عادی سازی هم یادشون رفته بود، از راست نظام میگرفتن رژه رفتن به جای راهپیمایی. خلاصه اوضاعی چیزی شد اون ور سه تا 9 تا. شما نیاز به یک عینک جدید دارید. یه بار دیگه از این لوس بازی در بیاری واسه من همچین میزنم که نیاز به چشم و چال جدید پیدا کنی. ناکس هیکلش اینه دفاع آخر فوتبال دستی میمونه، بعد جلو کوه استراتژیکی افه میاد. شیطونی میگه همچین بزنم که شکمش رو زمین خط ترمز بندازه. تلویزیون که روشن نشه چه کارش میکنن؟ میذارن تو کانال 2 یه هول میدن تا روشن شه. مجری که روشن نباشه با هندل استراتژیکی همچین روشنش میکنن تا عبرت 4 تا مجری دیگه هم بشه. دکتر خیلی متشکرم. حدود 2 دقیقه فرصت داریم. امروز آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم تقریبا گزارشی رو به مردم دادن، هم در حوزه‌ای که در داخل چه کارهایی انجام شده، هم در سیاست خارجی. کاری که شیخ فری به فرموده حاجی رفسنجانی تو سخنرانیش با مقام عظما کرد، اگه با سماور بکنی جوش میاره، میتونی چایی دم کنی. اگه مقام عظما تحملش میکنه نه که دل خوشی ازش داره، به خاطر بدبختی بالاتره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله
میفرمودن که یارو خواست ببینه که ننه باباش چقدر دوستش دارن. گفتش که از دنیا خسته شدم، میخوام خودم از پنجره پرت کنم پایین. ننه گفت نه تو رو خدا. یارو خوشحال شد که راضی به مرگش نیستن. نانش گفت نه تو رو خدا، از پنجره خودتو پرت نکنی یا توری پاره میشه، پشه میاد تو. این رابطه مقام عظما با شیخ فری. من میخوام این سوال بپرسم که این چقدر میتونه پشتوانه‌ای باشه برای تیم مذاکره کننده ما در حوزه هسته؟ کلا پشتشون خالیه، بازه. الان که همه چیمونو بای دادیم و باز حساب پاشون باز شده به جایی که قبلا فیروزآبادی رو هم توش راه نمیدادیم. الان دیگه ممکنه دم و دستگاه بمبسازی رو بیشترش رو پیدا بکنن که دیگه خیلی ضایع میشه. حالا ما نمیگیم سایت و سانتریفوژ و اینا، میگیم استیج که لو نره. ما شدیداً نگران استیجمون بودیم، خیلی دوست داشتن که بیان در واقع روی استیج شبکه عکسی بگیرن و ما دلواپس بودیم که مبادا این بالاخره سازه‌ای که ما اونجا برپا کردیم دچار مشکلی بشه. تازه دلواپس بودی که ممکنه دچار مشکلی بشه؟ مرحوم ابوی میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتن که بابا مرده، برو لباس سیاه بپوش بریم تشییع جنازه. گفت غلط نکنم یه طوری شده شما نمیخوایم به من بگینا، جمع کن کاسه گوزتو ناکس بزن بریم.